سان شفاهی استراتژیکی. کتبی رو که خراب کردی، شفاهی رو به در و دیوار نمانی. بله بله. الان که قیمت نفت خورده تو سرش، تحریمم هست، دخل فروش نفت به خرجش میارزه یا نمیارزه؟ خب معلومه که نمیارزه. خب پس وضعیت اقتصادی مقام عضو چی میشه؟ تنگی نفس رو رد کرده شده خفگی. خب چند تا راه براش میمونه؟ 2 تا. این که 8 تاست که. این 2 تا پشت پرده رو میگم. بله 2 تا مذاکره. این 2 راه حلش یکی مذاکره هست و گرفتن پول از اون طرف خب یا جیب مردم که همین دم دسته. خب تو باشی مذاکره میکنی؟ نه اصلا. چرا نمیکنی؟ برای اینکه وقتی هر بسیج مشنگی میفهمه که عظما تو فاز خفگیه، اونا که مذاکره میکنن نمیفهمن آقای دکتر، پس دیگه مذاکره نیست، تسلیم قربون دارم. پس روشن شد که چرا عضو گفت سم مضاعف، 5 نمره میگیری به زور قبولی. آقای دکتر یک سوال خودمونی، فرق خون با رفیق چیه؟ خودت بگو. اگه خوب باشه 1 نمره دیگه بهت میدم. خون میره تو قلب و میاد بیرون، ولی رفیق خوب مثل شما وقتی رفت دیگه بیرون نمیاد. 1 نمره دیگه حلالت. دیگه بحث دولت جوون حزب اللهی و قالیباف تو مجلس و رئیسی سر قوه قضاییه رو دیگه نمیکنم. بله چون روشن. نه چون میترسم دوباره خراب کنی، مجبورشم همون 5 نمره رو ازت پس بگیرم. برو سر سوالا. آقای دکتر یه روز یه خانم پولدار روی عرشه کشتی تو سواحل ونزوئلا به دریا نگاه میکرد، ناگهان انگشتر الماسش سر خورد و افتاد تو آب. زن با ناراحتی سفر رو سپری کرد. 15 سال بعد وقتی که به همون شهر ساحلی برگشت، در یک رستوران کنار ساحل سفارش خوراک ماهی داد. وقتی داشت ماهی میخورد یه جسم سفت رفت زیر دندونش. حس کرد وقتی آوردش بیرون دید استخون ماهیه. منم اولش خوشحال شدم، فکر کردم انگشترش پیدا شده. ناکس خراب کردی که تو هم شدی همون آدمای ستاد مبارزه با کرونا که قاطی میکنن دروغای حاجی روحانی رو همینجوری لو میدن. خب هر بسیجی مشنگی هم فهمید که منظورت اون 5 تا کشتی دوزاری که فرستادی ونزوئلا، ولی عین استخون ماهی تو گلی عضو گیر کرد. 40 تا کشتیمونو به باد تحریم داد. ناکس باید اول کاری من تو رو روشنت میکردم اینجا که از یه حرفا نزنی. آقای دکتر یه تذکر آیین‌نامه پیش از دستور. 1/5 قرن 21 رو رد کردیم. دنیای ارتباطات عصر تکنولوژی، از تلویزیون تا راهبند قطار، از در پارکینگ تا چراغ حیات خلوت، ریموت دارن از راه دور روشن میشن. شما تا کی میخوای منو دستی روشن کنی؟ شما هم از دور روشن کنی. آقای دکتر که تکنولوژی تو بذار در همون کوزه که زیر دریایی نظام گذاشتیم آبشو خوردیم، تو هم آبشو بخور. سر استراتژیست نمیتونی شیره بمانی. من با شیوه سنتی روشن میکنم اینجوری. روشن شد یا بذارم دنده دو یه هول یه نیشگاز تا روشن شی. آقای دکتر به جای بکار انداختن این پنجه‌های روشنگرتون روی من، بهتره یه لگدای خاموش کنندتون رو به کار بندازین روی اون علوی مشنگ با این دسته گلای زنجیره‌ای. وزیر اطلاعات میگی؟ بله تو این هیروویری کرونا که همه دنیا قرنطینه میکنن، درخواست 8000 ویزا کرده واسه اون کشور کوچیکی که مقام عظما خیلی ازش دلخونه و خیلی ازش شکاره. هنوز اینو جمع جور نکرده. این فضاحت جعل نشریه رو راه انداخت که واردش نمیشم. ولی اینکه شعورش نمیرسه این کار رو باید یواشکی تو زندان بکنه، نه تو سایت بیرونی. چطور گذاشتنش وزیر اطلاعات؟ ناکس همچی میگی انگار آدمای با شعور همینجوری ردیف وایسادن منتظرن که از بینشون عظما انتخاب کنه یکی رو مثلا بذاره وزیر اطلاعات. لنگ کفش کونم دیگه پیدا نمیشه تو این بیابون. دکتر بحران در بحران شده. هنوز فضاحت اکبر دوزه رو تو قضایی استارت نزده. اثر انگشت غالیباف این دزدیه اینم پیدا شد. میکانیزم ماشه از اون ور، گزارش جدید آژانس از این ور، تظاهرات لبنان و عراق و افغانستان و سوریه بیخ گوش بشار اسد از اون ور. تو پرانتز بگم بشار سرنگون نشده اون 30 میلیاردی که گفتن ازش پس بگیریم. ولی یه نکته مثبت هم هست. بحران که زیاد بشه کم کم مقام عظما بهش عادت میکنه. آره ارواح استغفرالله. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله میفهمودم مشنگه هر روز از علف خرش یه خود کم میکرد که خره به نخوردن عادت کنه. بعد یه مدت ازش پرسیدن چی شد، گفت کم کم داشت عادت میکرد که مرد.
روشن شد یا تو هم به ضربه خوردن عادت کردی دیگه روشن نمیشی؟ نه خیر، این از اون چیزایی نیست که عادت بشه. من فقط داشتم تلاش میکردم تو این اوضاع سیاه و بحرانی دید مثبت داشته باشم. نمیخواد از این دید مثبت با این خوشخیالیات. اینا هم بذار در همون کوزه تکنولوژی بیشتر آبشو بخور. مرحوم آبوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه خیلی خوشخیال بود. یه بار که یک کفتری از رو هوا حسابی حالشو گرفت و لباسشو خلاصه خراب کرد براش، گفت خیلی خوشحالم که گاوا پرواز نمیکنن. روشن شد یا بدم کفترم تکمیل کنه این بحثو. آقای دکتر، در پایان برای ترسیم وضعیت استراتژیکی نظام و مقام عظما خواهش میکنم راجع به خودش صحبت نکنین، چون دل هممون میریزه تو حلقمون. یه نظام مشابه پیدا کنین اونو بگین. آیا کس همچی میگی انگار تو دنیا مثل ما هم پیدا میشه، تک و تنهاییم تو دنیا. مرحوم آبوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمودن طرف رفت مدرسه دنبال بچه مشنگش، رفت طبقه اول دید تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان با استعداد، گفت بچه ما اینجاست، گفتن نه داداش. رفت طبقه دوم دید تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان متوسط، بچهش اونجا هم نبود. رفت طبقه سوم دید تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان خنگ و کودن، گفت این مراد قلی ما حتما دیگه اینجاست. رفتید اونجا هم نیست. بعد رفت طبقه چهارم دید یه تابلو زدن روش نوشتن محل نگهداری مراد قلی. آیا دکتر، یه نامه داریم از ربیعی. وقت منو با مزخرفات این مشنگ بخوای بگیری تو هم؟ نه خیر، میخواستم چند تا فوش بهش بدین. آیا دکتر خب خودت چرا نمیدی؟ آخه من فوش درخورشو بلد نیستم، مثل شما بیادب نیستم. آقای دکتر دیدی خودتو لو دادی ناکس، معلوم شد تو هم اخلاق سگ منو داری. دعوامون آقای دکتر به جای خودش، ولی چرا به خودتون توهین خودمو می‌کنید؟ نگفتم، سگم گفتم. ناکس برنامه تو تموم کن تا اون 5 نمره اولی که بهت داده بودم از حلقومت بکشم بیرون. آقای تا دکتر اینجا آخر شما به برنامه مقام کردی، عظما دستگاه هر چی فوش دلت خواست دادن. میتونی بگی، بشین بابا ولی تو به هم. من نمیتونی بگی.